فقط چیکار میکنم؟ یه دوره‌ای دارم میگذرونم مربوط به آموزش کودکان. این وسطا من دوره آموزش زبان به کودکانم گذروندم و خب دلم میخواد یه مدتی این فیلم رو تجربه کنم. میدونم خیلی جای کار داره تو ایران و خب ارتباط با بچه‌هام خیلی کار جذابیه برای من. پول خوبی هم توش داره، یعنی یه کاریه که من هم حال میکنم هم میتونم ازش پول خوبی در بیارم. کتاب میخونم اما نه مثل سابق. سریال جدیدی اومده لیدل فایر اوریور، اونو دیدم. خیلی کلیشه‌ای و آمریکایی بود. یه نیم ساعت یوگا میکنم. هنوز برنگشتم دوباره به اون کراسفیت، یعنی یه مسافرتی رفتم که بعد از اون مسافرتی یه ذره از ریتم زندگیم خارج شدم. موامم که میبینی دیگه. چتری زدم و لباسشویی خریدم. خبر مهم قضیه اینه که لباسشویی خریدم. از این چیز خریدم، از این بگو، از این جایی که بندراشو همه جا میبینی، شهر لوازم خانگی، از اونجا خریدم. قسطی هم دیگه 12 یه درصدشو میدی بوده 15%شو، بقیهشو قسط بندی میکنی یا 6 ماه یا 12 یا 24 که من 12 ماه بردم. هر 2 ماه بارم یه چک باید بدی. و بعد از این همه سال رختشویی با دست از خوابگاه تا خونه هایی که داشتم و زندگی هایی که کردم بالاخره ما به لباسشویی رسیدیم. علمه چند روز پیش رفتیم بازار صالح آباد، چند تا چیز گرفتم گفتم نشون بدم. یکی این ماگه است که هم خیلی باحاله هم خیلی خوشگله جدی. بعد درش از این پیچیا داره که نی هم دارم و نیش از این نرماست، از این خشکا نیست. و خب 12 ساعت هم داغ نگم داره، 12 ساعت هم سرد. اینو مثلا من اونجا خریدم 388 تومن و عمرن بدون اینستاگرام یا مثلا انقلاب بتونی با همچه قیمتی پیداش کنی. به نظرم خوشگله. از این چوب لباسی ها فتیش اینا رو دارم. هر چقدر از اینا میخرم به نظرم باز کمه. 6 تایی های اینا رو میده 28000 تومن. مثلا محل ما اینجا چقدر؟ مثلا 70 تومن. تهران حدود 80 90 تومن. 28 تومن. و چه کیفیتی. ببین از اینا نیست که لباس بذاری تا بره اینجوری وا بره و تا بره وا بره. این باکس ها برای این چیزایی که رو اوپن ول میمونه، مثلا کارت مترو، از این سنجاقای سره و هزاران چیز دیگه. ببین چقدر خوشگله. این مثلا 50 تومن. کوچولو هم یه وجه این 30 تومن. مثل گوشواره موشواره هم این برنامه میری. من خیلی دوست دارم گوشواره، از این چیزی زیاد استفاده میکنم. فیلم جدید چی ببینیم باحال؟ هیچ فیلمی آدمو شگفت زده نمیکنه دیگه. اون فیلم چی رو دیدم؟ فینچر رو دیدم، The Killer. چی بودم؟ چقدر ترشه. اومدم با لپتاپ یه ساعت زبانم رو بخونم. با یه سری اپلیکیشن رو گوشیم نصب کردم. حیف که بعد این مدتی اکسپایر میشه اون قسمت پولیش. اسمشونو میذارم اینجا، اگه میتونیم بخریم که بخریم. چیزای جالبی هم. جانسه لباسشویی رو ببین. هیچ کس الان رو کره زمین اندازه من قدر ماشین لباسشویی نمیدونه. تو نمیدونی 2 سال لاک میزنیم میری از همون در میبینی تنها چیزی که کنده نشده انگشتته. یعنی چی؟ دیگه چه خبر؟ واقعا راهی نیست لیمو شیرین آدم شیک در بخوره. 4 روز تهران به خاطر آلودگی هوا تعطیله، از مهد کودک تا دبیرستان. و 4 روز من کارم تعطیله و خونم.
دیشب داشتم بهش فکر می‌کردم که چقدر فقدانه کاری که برم سمتش و مثلا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت بعد تمومش کنم تو زندگیم خالیه. همه اتفاقاتی که تو جریانشون هستم و کاری که دارم انجام میدم همه اینجوریان که یه پروسسی دارن، یه دوره‌ای دارن که باید تو اون دوره باشی و مثلا طی کنی برسی به آخرش. خب بعضی وقتا این خیلی منو خموده و ناامید میکنه. تو خیلی اصلا اولی که ته نداره، دوم اینکه خودت میدونی پایبندی به یک استمرار چقدر کار پیچیده‌ایه. میدونی به چیزی که داشتم فکر می‌کردم چیه؟ همینی که من واقعا یادم رفته چجوری باید با آدم‌ها دوست شم و هیچ دوست جدیدی ندارم و هرچی هم که هست از قدیمه. اگر مثلا روابطمون تیر و تار شده دیگه تیر و تار مونده و اون عقبه. چجوری باید دوست جدید پیدا کرد؟ چجوری باید با آدم دوست شد؟ شما مثلا دوستاتون از کجا پیدا می‌کنید؟ میدونم که باید توی یه سری اجتماع و کامیونیتی خودتو جا کنی که مثلا اونجا سری آدم جدید ببینی، ولی واقعا جز این راهی نیست. قبلا هم همیشه باید توی فضای میبودی. چجوری واقعا باید دوست پیدا کنی؟ من خیلی سختم داره میشه این موضوع، چون تموم نمیشه. یه قاعده جدیدی که برای خودم وضع کردم اینه که در هیچ شرایطی نمیذارم ظرف کسی بمونه رو سینک. میرم خالی میکنم، تمیز میکنم، میشورم و میذارم سر جاش و آخرش هم همیشه اون بالا رو خالی میکنم. این یه چیزیه که بهش پایبند شدم و جدیداً خیلی منو تو کارهای نظافت خونه میندازه جلو، چون یه مشکل عمده من همیشه به اون ظرفای تو سینک بود و این موظف کردن خودم به شستنشون منو خیلی جلو انداخت. خیلی سخت بود ولی خب شد. دیگه یه دوره آبرنگی دارم میگذرونم. یعنی خودم مشغول کردم با این دورا دیگه. کارهایی که همیشه مثلا دوست داشتم انجام بدم و امکانشو نداشتم، گاهن مالی، یعنی اکثرا مالی و بعد خودم رو توش باور نداشتم و دارم کم کم انجام میدم. من از تلفیق کردن چند تا چیز با هم خیلی خوشم میاد. مثلا دوست دارم که مثلا علم زبان آموزی رو کنار مثلا کار آموزش به کودکان و در کنارش موسیقی، دوست دارم یافته هایی که یک مقدار عمق بیشتری دارن نسبت به چیزهای دیگه که یاد گرفتم کنار هم توی ظرف قرار بدم. این خیلی انرژی میبره. جستجو کردن تو اینه که نقطه اتصال این علوم یعنی علم ها رو، مهارت ها رو با هم پیدا کنی کار سختیه و گاهن شاید مثلا موفقیت آمیزم نباشه. مثلا شاید استنباطی که تو از این داری که خب تو دوره مثلا تربیت مدرس زبان به کودکان رو گذروندی، الان دوره مهد کودک و کودکیاری رو داری میگذرونی، کنارش الفبای موسیقی رو هم بلدی و خب آموزش زبان با موسیقی به کودک، اون امضای تو توش چی میتونه باشه؟ این چیزی که این روزا درگیرشم. آره من یه مدت کارم بازرگانی بود و عاشق بازرگانی بودم و هنوزم فکر میکنم یکی از جایی که من خیلی توش موفق باشم بازرگانی باشه، ولی بازرگانی با ریتم، یعنی کاریه که باید تمام وقت اونجا باشی، از 8 صبح تا 4. مثلا نمیتونی تایمش اینجوری کنی که حالا از 3 شروع کنم تا مثلا 8 10 شب 11 شب و خب اینو محدود میکنه منو، چون درس و دانشگاه اینا همچنان هست. و گفتم دوره نقاشی رو دارم میزنم آبرنگ. اون تمرکزی که آبرنگ بهم میده همون تمرکزی که این ورزش کردن دارم. نمیدونم شاید ذره عجیب باشه، شاید همه اینجوریه، نمیدونم، راجعش با کسی حرف نزدم. که ورزش کردن حینی که داری ورزش میکنی من خیلی حضور دارم و آگاه هم نسبت به اتفاقی که داره تو بدنم میفته و خیلی بهم خوش میگذره، چون معدود لحظاتیه که دقیقاً تمام توجه و تمرکزم به اینه که الان مثلا دارم این وزنه رو میزنم، این عضلم مثلا داره به این شکل تکون میخوره و اتصالش با اینجا داره این حرکت رو به اینجا القا میکنه و خیلی به اون حضور داشتن همیشه جالبه دیگه. حضور داشتن شاید یه ذره کلمه‌شو تو اینستا با یه سری کلمات یه سری بازیایی شده که مفهومش رو زرد کردن، در حالی که کلمه حضور خیلی کلمه قشنگیه. اینی که تو اون لحظه‌ای که توش هستی رو متوجهش هستی داری چی کار میکنی. یعنی که مثلا مثل غذا خوردن، مثل که بعضی با حین غذا خوردن حتما باید یه ویدیو مثلا ببینن، حالا یا یوتیوب یا تلویزیون یا چیزی جلوشون روشن باشه. من اصلا نمیدونم، من اصلا وقتی غذا میخورم راجع به هیچ موضوعی نمیتونم فکر کنم، نمیتونم با کسی حرف بزنم. تمام تمرکزم رو دونه دونه جزئیات اون بشقاب است. کاری نبودی از اول اینطوری بوده باشه،
کاری بوده که بهش فکر کردم، کاری بوده که روش زمان گذاشتم. یعنی همیشه این حواس خودم رو از اون ور آوردم گذاشتم اینجا، گفتم این دوباره دویده رفته اونور، دوباره یقه‌شو گرفتم گذاشتم این لحظه اینجا. و میدونی بعدش چیه؟ بعدش اینه که کارهایی که کمتر دوستشون دارم میتونم خودم رو گول بزنم و اونجا حاضر باشم. یعنی یک چیزی رو یا تماماً باید بهش رغبت داشته باشم که اونجا حضور داشته باشم، یا اگر دوستش نداشته باشم به هیچ عنوان نمیتونم نصف نیمه هم توش باشم. یعنی یا هستم یا نیستم. این خیلی بده، چون قرار نیست همه موقعیت‌های زندگی جالب باشن دیگه. مثلا من میخوام الان نقاشی بکشم، خوب با تمایلم دارم اون کار انجام میدم، پس حضور دارم توش دارم، پس دارم مثلا به این خیس شدن مقوا و خیس وارد کردن رنگ روش و اون پخش رنگی با دقت دارم نگاه میکنم، چون کار مورد علاقه منه. وگرنه اگه کار من نباشه هیچ کس نمیتونه منو توجهمو به اون کار جلب کنه. به نظرم اینم یه مهارت دوست داشتن چیزی که دوست نداری، یا مهارت علاقه ورزیدن به کاری که کارت نیست. نمیدونم، خیلی کار سختیه. مثلا با دانشگاه هنوز حل نشده، نتونستم، یعنی ثبت نامم قطعی نشده تو این 30 واحدی که مونده و عمده انرژیمو از اون موضوع داره تو ذهنم میبره. حتی وقتی نمیخوام بهش فکر کنم میدونم یه بخش عظیمی از ذهنم درگیر ماجراست و داره به اون موضوع فکر میکنه. خیلی پیچیده شده برام، خیلی حالمو داره میگیره، خیلی انرژیمو میگیره و باید صبر کنم ببینم چی پیش میاد. ارتباط من با بو، نمیتونم بگم ارتباطم با مزه بیشتری یا بو، ولی آدم بوبازیم. و خیلی برام مهمه که خونم همیشه یه امضای بویی داشته باشه. مثلا فلانی بگه من هر وقت بوی شکلات مثلا استشمام میکنم یاد خونه فلانی میافتم، والا شکلات نه هر چیزی. ولی یه عودی پیدا که من عاشق بوی کاراملم، همیشه عودای کاراملی میگرفتم. این عود با این شکل خیلی شاهکاره. شکلات و فندقه، اکثرشو میبینی؟ خیلی بوی شاهکاری داره، خیلی. یعنی از در که میاد یه گرمای یه عطر مطبوع نرمی از شکلات و واقعا فندق هست و با که عالیه. همین خیلی ذهنم پراکنده بود، با وجود اینی که تو روزا خیلی وقت دارم که فکر کنم و تمرکز کنم رو مسائل، ولی بازم اونقدری که فکر میکردم نتونستم اینجور جمع کنم. به نظرم تمرکزم دوست دارم روزانه از اینا بذارم. یه ذره سخت هنوز، ولی سعی میکنم این کارو بکنم، از کارم، از زندگیم، از تنهایی و همه اینا. قربون شما، شب و روزتون بخیر.